سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم اولین عروسکمون رو با هم شروع کنیم. ببینید از جوراب زنونه کرم رنگ استفاده میکنیم. ضخامتش باید در این اندازه باشه، خیلی نازک نباشه که الیاف از اون ورش پیدا باشه. الیاف رو داخل کار قرار میدیم. عروسک‌های جورابی که درست می‌کنیم معمولاً سر یکم بزرگتر از بدن می‌گیریم به خاطر حالت عروسکی بودنشون. حالا شما دیگه به سلیقه خودتون میتونید هر چقدر که دوست دارید اندازه رو بگیرید. پایین کار رو با نخ می‌بندیم، اضافهش رو قیچی می‌کنیم. این میشه توپک سر عروسک. برای بدنش هم 12 سانت از قسمت انگشتی جوراب برش میزنیم. اگر قسمت انگشتی رو برش زدید شما میتونید باز لبه کار رو دوخت بزنید و حالت انگشتی به خودش میگیره. بعد داخلش رو با الیاف فرم میکنید و مثل تصویر باید دوخت بزنید لبه کار رو و درز کار رو ببندید. بچه‌ها ببینید بزرگی یا کوچیکی عروسکتون بستگی به سایز جورابتون داره و جوراب چون حالت کشدار هست شما میتونید هر چقدر که دوست دارید عروسکتون رو بزرگ کنید، ولی بر اساس بدنش باید سر رو هم بزرگتر در نظر بگیرید، یعنی توپک رو بزرگتر قرار بدید. به این شکل درز کار رو کامل نخ رو میکشیم و درز کار رو میبندیم. یکی از نکته‌های مهم عروسک‌های جورابی حبابگیری اونا هست. یعنی شما باید حتما با سوزن بعد از اتمام هر قسمت اون رو حبابگیری کنید، طوری که سوزن جورابتون رو هم پاره نکنه. به آرومی الیاف رو سر جای خودش قرار بدید. به این میگن حبابگیری. از یه قسمت از جوراب برای عروسکمون میخوایم لباس بدوزیم، برش میزنیم دو طرفش رو و مثل تصویر تن عروسک میکنیم و از روی کار شروع میکنیم به دوخت زدن. به اندازه 2 یا 3 سانت از قسمت انگشتی جوراب به طرف بالا رو دوخت میزنیم برای اینکه پاهای عروسک رو شکل بدیم. اگر دوست داشتید لباس عروسکتون رو از پارچه دوخت بزنید میتونید بیس اصلی، یعنی جوراب کرم رنگ، اون بیس اصلی زیرین رو این دوخت رو به اون بزنید که پاهای عروسک شکل بگیره. بعد براش دامن یا هر پیراهن هر چی رو که دوست دارید دوخت بزنید و تنش کنید، ولی باید حتما قسمت پاها رو دوخت بزنید. ولی ما چون میخواستیم عروسکمون حالت جورابی باشه از جوراب برای لباسش هم استفاده کردیم و تنش کردیم و یه دفعه دوخت رو روی جوراب دوم زدیم. قسمت پایین رو به این شکل میگیریم بین دوتا انگشت و دوخت میزنیم. دقت داشته باشید که جوراب کرم رنگ دوخت نخوره که بتونید اون رو بیرون بکشید. کامل وسط کار رو دوخت میزنیم و اضافه نخ رو قیچی میکنیم به این شکل. حالا قسمت های پا رو باید بیرون بکشیم از بین جوراب. به این حالت ببینید به آرومی. و یه نکته مهم دیگه برای عروسک سازی، کسانی که تازه دارن این کار رو انجام میدن حتما از سوزنای بزرگ استفاده کنید چون براتون راحت تر میشه. دوخت با سوزنای کوچیک برای کارهای اول سخت هستش. بالای کار رو هم دوخت بزنید، نخ رو بکشید و گره بزنید. کامل نخ رو محکم میکنیم. به این حالت بدن عروسک رو آماده میکنیم. این مقدار الیاف رو بین دوتا دست حالت توپی شکل میکنیم. از اضافه های جوراب کرم رنگ استفاده میکنیم، بینش قرار میدیم و پایین کار رو میبندیم. ببینید به این حالت ما توپک های بدن عروسک رو آماده میکنیم. حتی توپک دماغ عروسک رو هم به همین حالت ولی تو سایز کوچیک‌تر باید آماده کنید. دوتا دست عروسک رو به همین حالت آماده کنید. همینطور توپک دماغ عروسک رو و از 2 سایز مروارید هم میتونید برای چشمای عروسک استفاده کنید. حالا هر سایزی رو که خودتون دوست داشتید. جای چشم‌ها رو با سوزن ترگرد مشخص کنید حتما که جابجا دوخت نزنید و از قسمت گردن شروع میکنیم به دوخت چشم.
دوخت چشم به این حالت هست که ما 2 دور دوخت میزنیم که حالت گودی ایجاد بشه. بعد میتونیم مروارید رو توی اون گودی بچسبونیم و یا اینکه همون همراه با نخمون دوخت بزنیم. حالا هر کدوم که دیگه براتون راحت تر بود فرقی نمیکنه. اول 2 دور دوخت میزنیم تا کامل نخ رو میکشیم که حالت گودی ایجاد بشه. بعد مروارید رو سر سوزن میذاریم و یعنی دور دوم دیگه مروارید دوخته میشه. ببینید دور اول دوخت زدیم، نخ رو کشیدیم، دور دوم دیگه مروارید رو دوخت میزنیم و نخ رو میکشیم. میریم قسمت دوم و چشم دوم رو دوخت میزنیم. وقتی که چشمای عروسک رو دوخت زدید حتما نخ رو زیر گردن عروسک محکم کنید و بعد به قسمت بعدی یعنی دماغ و دهن رو دوخت بزنید، چون اگر همزمان با یه نخ همه رو دوخت بزنید کشیدگیش از بین میره و حالت چروک ایجاد میشه تو صورت عروسکتون. ببینید نخ رو محکم میکنیم و میریم قسمت دماغ عروسک. برای دماغ عروسک هم باید دوخت بزنید که حالت گودی بشه. بعد توپک دماغ رو توی اون گودی میچسبونیم به این حالت. باز قسمت دهن عروسک از زیر گردن به صورت یه منها، یه خط صاف و از زیر گردن نخ رو بیرون میکشیم به این شکل. نخ رو زیر کار محکم میکنیم. مجدداً حباب گیری میکنیم. بچه برای اینکه ابروهای عروسک رو دوخت بزنید، چون دست اولتون هست، حتما قبلش با یه مداد یا خودکار روی صورتش بکشید و بعد روی اون دوخت بزنید، چون احتمال داره اشتباه کنید. نخی هم که براش استفاده میشه، من اینجا از قرقره دولا استفاده کردم. میتونید از قرقره استفاده کنید و یا اینکه از نخ گلدوزی و نخ کاموای باریک هم استفاده کنید. مثل تصویر دوخت بزنید. اگر دوخت ابرو براتون سخت بود میتونید از خودکارهای ضد آب هم استفاده کنید، براش ابرو و مژه بکشید که من مژه اینجا براش نذاشتم. از رژ گونه هم برای گونه‌هاش استفاده کردیم. برای موی عروسک چون کلاه سرش میذاریم فقط قسمت جلوش میخواد، نخ رو بین 3 تا انگشت میپیچیم، بالای کار رو میبندیم. 2 تا نخ به این حالت آماده کنید برای موهای عروسکمون به این شکل. اضافه جوراب رو که روی سر عروسک بود قیچی میکنیم. موها رو روی سر قرار میدیم و قسمت پشت رو میدوزیم. میتونید قبلش کمی چسب، خیلی کم بزنید که جابجا نشه، دوخت براتون راحت تر باشه. فقط دقت کنید چسب استفاده میکنید. اگر یکم زیاد بشه عروسکتون چسبی میشه و کارتون خراب میشه. باید از اول دوباره کار رو انجام بدید. پس دقت داشته باشید که خیلی کم باید از چسب حرارتی هم استفاده کنید. از قسمت کشواف و پاشنه جوراب هم استفاده کردم برای کلاه عروسک. بالای کار رو دوخت میزنیم، کامل نخ رو میکشیم و میبندیم. برای این از قسمت پاشنه استفاده کردیم که سر عروسک تو اون قسمت قرار بگیره و حالت قشنگی رو داشته باشه. کار رو به روی راست برمیگردونیم. همونطور که موی عروسک رو آماده کردیم از کانوای رنگی به همون شکل باید آماده کنید، ولی با این تفاوت که گره ها رو قیچی کنید و روی سر کلاهتون دوخت بزنید، حالت توپک بالای کلاه به این شکل. سر رو روی بدن دوخت میزنیم. اول یه دوخت روی بدن میزنیم که قرقره رو محکم کنیم. بعد برای دوخت سر باید یه دوخت روی بدن بزنید، یه دوخت روی سر. ببینید سوزن رو 1 دور روی بدن و دور دوم روی سر. همینطور این کار رو دور تا دور ادامه بدیم و نخ رو میکشیم. وقتی نخ رو بکشید کار کاملا محکم میشه. 1 دور روی صورت عروسک و 1 دور روی بدن. به همین ترتیب دور تا دور سر عروسک رو دوخت میزنیم. این دوخت کاملا مشترکه برای عروسک‌ها. یعنی شما این دوخت رو یاد بگیرید، برای همه‌شون میتونید استفاده کنید. بچه چون قسمت کشواف جوراب من یکم تنگ بود، من جداش کردم که سر عروسکم رو جمع نکنه.
به این شکل روی سر عروسک قرار میدم. پاشنه باید پشت کار قرار بگیره و بعد کلاه رو روی سر عروسک دوخت میزنم که کلاه جابجا نشه. چون عروسک من کلاه داشت، من فقط قسمت جلو رو مو گذاشتم. به این شکل دوخت میزنیم و برمیگردونیم روی دوخت لبای کلاه رو. برای دوخت دست هم از قسمت گردن شروع میکنیم. سوزن رو فرو میکنیم و توپک دست رو روی بازو قرار میدیم و دور تا دورش رو مثل دوخت سر دوخت میزنیم. 2 تا دست رو باید به همین حالت دوخت بزنید. مجددا میگم سایز این عروسک بستگی به خودتون داره. شما میتونید این عروسک رو با پارچه هم درست کنید، ولی حتما باید پارچه‌تون تریکو کش باشه یا پارچه کشی. برای تزیین یقه و دور پاهای عروسک هم میتونید از نوارهای تزیینی هم استفاده کنید. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدارتون.